من این شروع که دیده استودم این تخمینا 4-5 ساله بوده. در 3 مارت تولد کرده است. من خیلی که میبینن اشتر بچه اوضاع سلامتیش خوب گشته استوده است. اشترها عادتا 2 خیل میشن، 1 کوفانه و 2 کوفانه. این اشتری 2 کوفانه است. در باغ حیوانات ما 3 تا اشتری 1 کوفانه و 1 اشتری 2 کوفانه وجود دارد. تا امروز من خیلی خیلی دیده استوده سلامتیش خوب است و در عین طول پرتویی یعنی که پشماش ریخته ایستاده است. اگر چقدر سلامتی حیوان بهتر شود کدام حیوانی نباشد. پشم وی بر وقت در ماه اپریل سر میشود تا ماه 15 می ریخته پشم نو میبرد. اشتر در حقیقت حیوان از همه بقوترین برای به آبی بقوترین حیوان است. او میتواند تا به مدت 15 روز به چی گردد به آب. ولی در اینجا این در 1 روز آبی بسیار نمی نوشد. خب همین 3-4 لیتر زیاد نمی نوشد. گرچنده که چی وای جنسی وای کلان است همون قدر آب می نوشد. ولی با مقدار 10 کیلوگرم 15 کیلوگرم مثلا کوه گندمی و 4-5 کیلوگرم خوراک‌های آمیخته می‌خورد.